وسیعت نجوم، سلاح در کجا است؟ بگو سلاح در کجا است؟ گپ زد، سلاح در کجا است؟ تو میگویم ای آدم، سلاح در کجا است؟ نجوم. به شرطنامه همان خیانت کردی، جزایش را خواهی گرفت. به زهرا یگان چی شود همه تان را میکشم. دفع شود اینجا. خبر باشید. Хушхабар ба тамоми мухлисони телефонҳои Samsung, ширкати бо эътимоди Samsung Galaxy S9 ва S9 Plus аксияи калон барои мухлисони худ эълон кард. Акнун шумо метавонед телефонҳои Samsung Galaxy S9 ва S9 Plus-ро ҳамагӣ бо нархи 7990 рубл харидорӣ намоед. Телефонҳо бо сифати олӣ. Барои харидорӣ намудан ба ссилкаи дар таги видео дар рӯи заиф кард, бепул гузоред ва соҳиби телефони хостаатон шавед. یا خدایا، حیف بر شما. کار را بینید. این دختر هجری را یک بار گوش کرد، دین را قبول کرد. شما همین قدر میروید و میآیید، هیچ تغییر نمیابید. گوش کنید، دل شما از سنگ است مگر ها؟ نه، دل شما از سنگ است. از من دور گردید تا اینکه با تقوای من تأثیری بد نرسانید. اکای کانون، این شهدوچه برای دل هجری را به دست آوردن این خیلی رفتار دارد. با خدا اگر نه از سورا را پرس از یاد نمیدونه، باور کنین مرده. بس کن. تو این رو از کجا میدانی ها؟ از کجا میدانی؟ دلش رو کشوده، درونش رو دیدی؟ وای چی شد؟ وای، با فکرم هجری باز دختر رو رد کرد. بیل را چی خیلی زیباست. راست است. هجری شرمنده امان میکند. با این زیبا سنمی ترکیه را رد میکند. من باید این کار را حل کنم. بداو کی برو. خانم سلام. خانم سلام. ای خدایا، این که نمیشود. هجری لعنتی به چه حال گرفتارم کردی؟ به تلفنت جواب ده زهرا. تلفنت را بردار، زود باش. زود باش جانم، کنی جواب ده. التماس جواب ده. خانم سلام. خانم سلام. خانم سلام. سلام. چی شد؟ با هجری یک دیگر فهمی کردید کی خانه دار میشه؟ وای اکای کانون، جناب هجری بسیار زوره تولو کرد، اما من گفتم هنوز بر وقت است، کمی باید فکر کنیم. خدا خوشبختتان میکند انشالله. شام بخیر. شام بخیر اکای کانون.
ҳиҷрӣ, ман туро нишон медиҳам. туро зери поям мекунам, ховиди. زود باش زودتر. گریه نکن سومن جان، من رو زیغ میکنی. ببین سومن جان اومدم. سومن کوکریکو. بین چی یافتم؟ بوزی چوت رو یافتم دخترم. بین با ما بوزی نمیکنی عجب سومن. بین 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 کنی بگیر. من مادرم رو میخواهم، مادرم رو. تمام دخترم، مادرت میآید مادرت. تو پروا نکن مالش جانکم. اما که پلیس، من میخواهم مادرم حاضر بیاید. این خیل باشد این خیل میکنیم، مثل خانتون بازی میکنیم. گویا که من پدرت هستم، اما که شوکتت اوچه جانت. چرا من مادر شوم؟ تو خودت شو. سومن جان دخترکی من، انا ببین مادرت به نزد تو آمده است، برای تو لختک آورده است. شیرینکی من تو رو میبوسم. جانی من، الهی خداوند پدرت بخشه، به پدر مونی. شوکت پدر نالت به عقلی خیلی گپا میزنی؟ باور نکرد. گوش کن آچا جانی سومن، شوهر جان تا گوش کن. چرا دختر من گریه میکند؟ یا اینکه تو بازیچه هایش رو گم کردی؟ ای بچه چه با من میزنی؟ زنک به عقلی نکی که میزنم. من چی؟ من زن هستم. هم مردک اوچای سومن البته که زن میشه، رنگ ما مردک نمیشه. چرا من زن میشدم؟ چرا من مادرش میشدم؟ زنک جان جنجال و یک طرف مونو گپی ما رو با دقت گوش کن. برای چی دختر جانی من گریه میکند مادرش؟ یا که تو رو زدی همین خیر؟ دعا کن که این کودک یتیم است، وگرنه حیف بر تو بر این مرد باد. تو بر این مرد گردنش شکند. یگان بار به خانه در آمده پرسیدی که چیکار کرده ایستاده؟ گرسنه سر چه حال دارد؟ یگان بار پرسیدی؟ از صبح تا شام خانه رو میروبم، میشکم و تازه میکنم. وای بر تو بر این مرد، وای بر تو بر این مردی خانه بیزار. دنلت مردک بوده شما. زنک سر ویرانه در کار بار خسته شدم، میام با درمی خانه روزی دراز گپای سفسطه تره گوش میگیرم. بس هم خیلی خدایا مرا مردکم زده افتان، مرا زده معیوب کرد. به خدا قسم میخورم از بالا شکایت میکنم. همه خیل مردک بودن نبودنش خوبتر از بیزارم از رویش. گوشو مینه من خوردی، خدا بگیرد تو باری زنکه. حیوانی توی خسخ میزنی؟ آها زنکی شاورکو شبین، من برای خرسان کرده دختر تر زده استم. تو بیعقلی مرا میزنی؟ باشه تو مرا زدی. تبقی زنه بیعقل، اول تو زدی دستی مرا، با من جواب زدم. در پیش کودک عصبا ما ویرانه که میزنم. از گولی تمه دارم. حیوان چی در پیش دختر شاورتا میزنی؟ تو خیال میکنی اگه من رومور کشیدم بودم از نکنم. اونم به دختر جان خندید. خورا بی؟ کودک خندید. بید میکشم رو. مادرت رو پدور میوزم میکشم. ای بچه نفسم گریفت. این کودک رو خندانیم لیکن خود ما کارها ناخوب کردیم. ای سرت حیوان. بخشیش زنک جان بخشیش. هر کی خنداند یتیمی خسته را باز یابد جنتی در بسته را. هر روی تو بر شوهر سیاه برای تیز به دختر مشکلت بیار. ای تو چیکار کردی؟ از پشت تو شده دست لختک کند آخره؟ ناخواست شد. بیا تو هم وایمه بد نکن. این دیگر در جایش نمیچسبد. یا خدایا سومن دخترم گریه نکن. من پگو از این دیده زیباترش رو برای تو میخرم. 10 تا بخر 10 تا. حاضر بیاره. تمام خیال که باشد پروا نکن. من پگو نزد لختک فروش رفته، از این لختک 10 دانه میخرم. من حاضر بازی کردن میخواهم. میگه حاضر بخره. در این نیم شب بازار کاروان شدگی باشه. به خدا لیوا من در 45 رفتم یگان بار ندیدم که بازار کاروان شود کار کنم. سومن لختک رو با سپرکله نمیشود.
شکر که به تو چیزی نشده است. اگر به تو چیزی میشد من چیکار میکردم؟ به شرف. اگر باری دیگر چنین کنی هم خودت هم دوستانت میمیرند. ایستا چیزی نیست. آرام شو. آرام باش منم. زیا چیزی نیستم. بخیر است. چرا در این وقت شب دعوت کردید؟ کاتاکیلاس با شرطنامه همون خیانت کرد. برای کشتن من پنهانی به اینجا در اومد. چی خیر؟ گرچه با او جواب لازمه رو دادم، فکر میکنم دیگر این خیل کار نمیکند. ولی رود او بار دیگر این کار رو بکنه، تو برای کار وی جواب میگویی. شرطنامه همون رو قطع کرده و محبس میروی. این قرار به اخلاقی نیست؟ یعنی خطایی که کاتاکیلاس میکرده است من چه خیلی جوابگر میشدم. هم با اون کار کردن رو من نمیخواستم، این رو شما خواستید. تا وقتی که یک جای کار میکنید جزای خیانت رو نیست، یک جای میگیرید. این خیلی باشد یک جای کار نمیکنه، به این هم خیانت کرده است. کافی سونال که جدا شدنتان رو من میگویم. من این کاری نوتم. در این لفافه رسم و مکانی گردنبند دوران بیزانس از عصر 11 است. آن را گرفته به من آرید. چی گپ از زیا که نصف شب به اتاقی من آمده من رو به آغوش میگیری؟ چیزی نیست جانم، یادت کردم آمدم همش همین. زهرا دوست داشته ای من است. از دور باش. خاموش باش توتی احمق. خواب کن کریم، ما با زیا چیزهای مهم رو گپ زده ایستادیم. چیزی مهم؟ این خیل نکنه زهرا. زیا توتی رو یک سو گذار. چی گپ شده است فهمون کنی؟ چرا اینقدر خواطر می نمایی؟ چیزی نیست. زنگ زدم و تلفنم جواب نداد، تشویش شدم. گفتم رفته بینم همش همین. زیا با این اومدنت مرا به آغوش گرفتنت اگر فکر کنی که من تو رو میبخشم خطا میکنی. حاضر باشد به من فهمون چی کار کرده ایستاده؟ خدایا دوست داشتم رو یاد کردم آمدم که بینم. بالای این سرزنش میکنی زهرا، از برای خدا این خیلی نکن. یادت کردم. رها نمیکنم خدایا، رها نمیکنم. من باز آغوش میگیرم. زیو بین، من این بار هم تو رو میبخشم، اما بار دیگر کار غیر قانونی کردنت رو بینم یا که شنوم تو رو اصلا نمیبخشم. من چیکار کنم آخه؟ چه خیل به زهرا گویم که دوست داشتت رو میکشم؟ گفته مرا تهدید دارم. بران لعنتی، حساب همین رو از تو خواهم پرسید. چی را فکر داری زیا؟ کی من؟ نه من. بله تو چی رو فکر داری؟ زیا سفسطه نگوی، البته که تو. جانم من چی رو فکر میکردم؟ باز البته که تو رو فکر میکنم. با تو خانه‌دار شده خوشبخت شویم، دیگر هیچ چیز در فکرم نمیاد. دائما این رو فکر میکنم. که این رو فکر کردی؟ وقتی که به تو گفتم که غیر قانونی کار کردنت رو ببینم تو رو اصلا نمیبخشم، همون وقت فکر کردی. من همیشه تو رو فکر میکنم عزیزم، چرا تو نمیفهمی؟ از راستی خوب این خیل باشد این رو هرگز فراموش نکن. اگر کار غیر قانونی کنی مرا فراموش کن. من چرا این خیل کار میکردم؟ من کارها رو بس کردم آخر. چرا باور نمیکنی؟ کافی است آخر. من ابله هستم، به خاطر اون کارها از تو دست میکشم، برگشته به تو میآیم. مگر این خیل کار میکنم من نمیدونم زیا، از پست میپایم، خبردار باش. خوب شد از خانم. سومن جان گوش کن،
تو اینجا با همه که شوکتت نغزه که بیشتر گپ گپ کن چون که بیرون خونو کرد تو نیا من کم تربت برای تو لختک های بسیار میبرم مایلش مثل که مایلش گفت بله بله وظیفه نام مبارک باشه بچه میگی جنایتکار بردستی چی گفت شد؟ وای میگویم که نکنی چی کار میکنی؟ شوکت قلفی مگازین برای ببین زنه کت میگیره کنی بینم محکم بود است حیران شدم منتظری چی بودی؟ فروشنده تو رو نگاه کردم میایستد عجایب گپ میزنی در شکسته بود رو به عقل من پلیس هستم در کجا دیدی که پلیس در این مغازه در بسته رو شکسته به درون در اومده دونی کرده است سرسته نگو لیوا ما از خونه برای چی بر اومدیم تو با اون کودک وعده کردی که لختک میگیرم باز 10 تا گفتی بین منتظر است بیچاره در رو شکسته به درون درو یا خدایا مردک من پلیس دم همین کارو مرا نمیزیبم مرا میزیبم همین خیلی نه مرا میزیبم ما از مادر دوست به دنیا آمدیم همین خیلی من میدرایم زنک داخل نکن بس یکی در مغازه میدره پلیس میخپد من به مادر میمونم من به زن میمونم بعد خیلی میشه کارو بود از برای خدا لیوا از برای خدا به من جواب ده ما در همین نیمی شب در همین برف برای چی آمدیم دزدی که نکنیم برای چی آمدیم به خدا نمیدونم شیف خو حیران شدم ولی اگر لختک نبریم سومان بسیار زیق میشود همین خیلی البته زیق میشود بین کودک بیچاره منتظر است به خدا لیوا بسیار فکر نکن در رو شکسته به درون درو وقتی برآمدن در روی میز مکتوب نوشته گذار میرویم چه خیلی مکتوب شیخ نویس که خاله جان مغازین تا ما غارت کردیم بخشش زیاد دیگر چی مینویسی نویس که چیزی گرفتم اومدم من پولش رو پگاه میسپارم این مردانه‌وار است تمام شوکت یک لحظه من در این مغازه رو کشوده نمیتونم چه خیلی میکشم این رو با من گذار منتظر شو در بینش اندازو توشته میگوی بشکنمش بله تمام خیر تو به نزد شما را زود باش راه اوف انشاءالله یگان شناس ما رو اینجا نمیبیند بسیار طوری بود هستم چرا از کجا در گیرونم عجبا لختک ها در کجا باشند اما کلیوین رو بسیار دوست می‌داری یا مرا هر دویتان رو هر دویمان رو نمی‌شود بین اما کلیوین تو رو پرتافته رفت اما من همراهی تو هستم اما او برای من لختک میارد کنی بینم اینها روبوت‌ها هست بوده چای بچگان سیلانه اینها نمیشود آن اینها خیلی سومان اینها رو بسیار دوست می‌دارد اینها رو گیرم هر خیلی گوناگون گیرم بله اینها میگیرم با خدا سومان اینها رو دوست می‌دارد پیانینا در کودکی پیانینا رو دوست داشتم لیکن پول نداشتم حالا اینو میگیرم برای خودم میگیرم در کودکی ما خیلی بازیچو از کجا بود بنیامون کشاد پمپ زنه داشتیم میگشتیم تسلیم شو پلیس بچه آرام باشید ما هم کارمند ارگانیم کمیسر لیوین بله خسته نباشید بچه من برای صاحب مغازه مکتوب نوشتنی بودم ولی شما آمدید خوبتر شد یک از شما در این مغازه میمونید پگاه همراه صاحب مغازه صحبت کنید ضرری در شکسته و پول این بازیچه ها رو سردانم لیوین پرداخت میکند میگوید
فهمو سردارم. تمام یگان بوزیشه در که باشه بگیریم من پوشم میتونم. رحمت سردارم. سومن جانم چی خیل معقول شد دختر که ها زیباینده خیلی معقولش نمیشه همین خیلی معقول شده است که ببین بازی داره باور که هر دی ما را نظرش نمیگیره. با فکرم تو جینگ جینگ داری برای همین نمیشنود. چه جینگ جینگ؟ اما مردک چینی چی ننواختم نفهمیدی؟ موسیقی نواختم کو؟ موسیقی مینوازی؟ مثل دیوانه ها توگمه ها رو زیر کرده ایستاده. همین نه نوازی خوبه. میبخشی این رو برای کی گرفتی؟ راستی برای خدمت گرفتم شوقا. خماره کودکی من شکستیستم شفقتی جو. بیشوخی؟ من هم وقتی که کودک بودم بنای و سرنای حواس داشتم. وقتهای بیکاریم مینواختم وقتم خوش میشد میرفتم. ها مردک با یک سخن نکردی کرنه شدی چرا میرفتم این خانه شو میآورد و مینواختی؟ ها چیل خنده آورد؟ از خنده را مردم. نه نواز گوش کشی خود لا 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 لا. اوی کلتا کیلسی به شرف من به خبر برای کشتنی بارون میروی مرا خبردار نکرده جوابش را از تو خواهم پرسید. تو از پی چی هستی ها؟ با من خبر نداده چرا این خیل کار کردی؟ یابله اگر برون مرا میکشی اگر میکشی مقصد تو مرا کشتن است؟ چی علاقه دارد و نه مجبور شدم وگرنه زهرا از من جدا میشد میفهمی؟ کاری نکردم مرا با زهرا تهدید کرد اکنون مجبورم وظیفه هایی که میدهد اجرا کنم تا وقتی که یگان راهی دیگر نیابیم. الکی وظیفه نو داد رفت خوب کن. چی وظیفه؟ از موزه گردنبندی شاه دختری بیزنس رو میدوزدیم. اوها چی آها؟ من هم همین خیل گفتم پگاه شب باید این کار رو حل کنیم. اوف چی گپ هستن ای خدای مهربانی من این خیل باشد تو رفته گرد و اطراف آن آسارخانه را از نظر گذران پگاه نقشش را میکشم. چرا من میکردم این دفعه تو کن. یا خدایا من پگاه در مکتب امتحان دارم باید به امتحان روم. چرا مسئله مکتب را دراز میکشی ها؟ چه کار کنم برادر حیاتم را محو کردی. یا خدایا از پسی ما نمیگشتیم ما هم مثل آدم های مقرری زندگی میکردیم از پشتی تو شده مثل گریزه ها زندگی داریم. اکتیار جانی من چه خیلی زیبا خوابش برده است. مثل ملائکه خوابش برده است. وقتی لختک ها رو دید چه خیلی خرسند شد. مادر جان مرا تنها نگذار. بیچاره مادرش رو در خواب دیده ایستاده است. شوکت ما مادر این دختر از کجا پیدا کنیم ها؟ چی میدونم لیوا پلیس تو هستی من از کجا میدونم. این دختر چرا فقط مادر میگوید؟ پدر ندارد؟ پدر این دختر کی باشد؟ نمیدونم شوکت تو مادرش رو نیابیم پدرش رو نمیابیم. اوه دختره که بیچاره. آها انا این از مادر سومن. اما که پلیس بیا با باغچه روه من در اینجا زیق شدم. اوه ما قربان تو شومه. بیا تو دلگیر شدی؟ تو در اینجا زیق شدی؟ تمام سومن جان این خیلی باشد ما بیرون میرویم با باغچه بازی میکنیم باز اما که شیخو رو زنگ میزنیم او هم میآید فهمم؟ ویلش تمام دختر جان انا اینها رو تو بگیر میرویم. اما که پلیس صد قربانی تو شود بیا میرویم دختر جان. اینقدر تو وز میرسی سومن جان؟ بله بچه ها 20 دقیقه ماند کمتره که دیگر کوشش کنید. ارتیق ورق من خالی است. از من هم خالی است. کنی ایستا بینم استاد میبین رو بردار نکن. بچه ها گوشی همه به ورق خودش باشد.
سوالها زیاد نیستن مگر یعنی وقت نمیرسد آخی میرسد دختر. بچه ها در این امتحان از همدیگر روبردار نکنید. میدانید که در درس دین روبردار گناه است. میسوزید. من نفهمم هم در آن دنیا میسوزید. فراموش نکنید. این گردنبند رو چه خیلی میگرفته باشه؟ این کار نمیشود. جونی من چه خیلی بازی دارد. لیبا اگر مادر سومن نآید تا آخر عمر تو رو نگاه میکنی؟ یک جای نگاه بین میکنیم شوقا. یک جایی؟ بله. مثل پدر مادر. من به خودم یک پرابلم زیادی امو ایرا یک جا نگاه میکنم. اماکی شوکت مرا دکت چلیک تلامتی. اگر تو خواهی من برای تو میمورم. یا خدایا این زبان شیرین رو ببین. تو چه قدر شیرین هستی. یک خرش آب برد. این گردنبند رو از اینجا دزدیدن غیر امکان است. اگر دستگیر شویم چی؟ دستگیر شویم مشهور با دزدی اثرهای تاریخی میشویم. اوف چه خیلی دزدی کنیم این را. بخشش صدای تلفنم برام. جواب دادنم لازم. شما آرام باشید. گیر نمیس. لبای زهرم عشقم مرافعه سودی به نزدیکی میشد است. بعد از نصف روزی به سود میروم. تمام من میآیم همراهی تو میشم. پروا نکن. نمیآیم چون که بابایت مرا میکشد. نه جانم بابایم نمیآید. پروا نکن. نزدی اپم به امریکا رفته است. او رو خیلی پسمال شده است. من آمده تو رو میگیرم. خیر بچه ها وقت پایان آمد. ورقها را میگیرم. زودتر. نه همه خون دارد. زود سختر تلت اماکی شوکت. هم مردک سخت تله نکنه پره برای عباسمان جان. بچه نمیبینی چه خندیده است. اوپا شیخا تو سوما رو دو دقیقه نگاه کن. من یک کار دارم میایم. با کجا میروی؟ الو شما مادر سومان هستید میخینه؟ بله شما مادر سومان هستید. این رو این کار نکنید. من شما رو در نوارها دیدم. من کی هستم؟ من همون کمیسری هستم که دختر شما رو از نزد شوبه گرفتم. شما چه خیلی مادر هستید؟ کدام مادر فرزندش رو پرتوفته دیگر به سراغش نمیآید. کودک رو فکر نکردید مگر؟ شما مگر از خدا نمیترسید؟ وجدان هم ندارید مگر؟ مجبور شدم. یعنی دیگر سومن رو نگاه کرده نمیتوانستم. چه خیلی مجبور شدی؟ ای خانم فرزند تو از او باید در بر تو باشد. فهمو؟ سومن دختری من نیست. چی؟ من مادر سومن نیستم. دختری دوگانه من است. ولی او مرا مادرش گمان میکند. این خیلی باشد مادر سومن کیست؟ چقدر که گفتم مادرش دوگانه من بود. دوگانم 6 سال پیش در دیسکو کلوب با یک مرد شناس شده بود. از او خوشش آمده بود. بعد از این با او رفت و آمد کردن. اول همه چیز بسیار خوب بود. یعنی زود وا خورده به هر جا سیر و گشت می رفتند. دوگانم آن وقت بسیار خوشبخت بود. ولی بعداً
ҷудо шуданд ба ҳар кадомаш роҳи худашро давом дод. خب ولی اینها با سومان چه علاقه‌ای دارن؟ дугонаам аз ӯ одам ҳомиладор шуд. بچه سومان؟ бале, аммо мутаассифона инро баъди ҷудошавӣ фаҳмид. чӣ кор карданашро намедонист, кӯдакро исқот кунад ё таваллуд кунад. дар охир фикр кард, суманро ба дунё биовард. аммо дугонаам аз падараш бисёр метарсид, чунки падараш бисёр одами хатарнок буд. агар инро мешунид, ҳам худашро ва ҳам кӯдакашро мекушт. аз ин тарсид. барои ҳамин суманро пинҳонӣ таваллуд кард. ба суманро ман гирифтам. он вақтҳо дар хонаи апаам будам. дугонаам зуд омада ӯро мемаконд. ва вақте ки суман 2 сола шуд, дугонаам яъне модари суман аз дунё гузашт. دخترم چقدر بد بوده است. ана ҳамин тавр. то ин вақт ман ӯро нигоҳ кардам ва ӯ маро фикр мекунад модараш ҳастам. бале ман ҳам хонадор шудани ҳастам. одаме ки бо ӯ хонадор мешавем суманро қабул накард. яъне ман ҳам зиндагии худамро сохтан мехоҳам. чӣ кор карданамро надонистам. ба қароре омадам ки суманро дар маконе аз ҳама амн раҳо кунам, чунки медонистам ки ҳамаи полисо ӯро нигоҳубин карда аз ҳама хатарҳо ӯро муҳофизат мекунанд. худо аз шумо розӣ бошад. дар дасти шумо бар ин одамҳои хуб афтид. хубу падари суман ки бошад медонед? номаш ба ёдам нест. вақти зиёд гузашт. вале агар рӯбароям барояд ӯро мешиносам, мисли ки одами баде набуд. яъне фикр мекунам агар медонист ки духтаре дорад, ӯро нигоҳубин мекард. оё суман падараш ягон бор пурсид напурсид? намепурсад магар. ба ӯ гуфтам падарат як баҳрнавард аст. як рӯз аз баҳр баромада ба наздат меояд. مثل این بینا در دنیا بینا بلندتری وجود ندارد. با $7,000 4 تا آپل 2 تا نکسی میخری. Thank you very much. خیرات که یک بازی به پول بیافتم. با مردم عرب نگاه که اگر پول باشد دست بیابان شکلی. نمانه را ما خطی صحبت کردم که مرامت با تاجیکستانی ما هم بیاین. گفته که گپ نیست اگر تشریف ما بیاین. امروز روزی سیومی بنوارگیری برنامه ما است. سلام تاجیکستان! سلام تاجیکستان! ҳамаи чизе ки ман медонам ҳамин аст. лутфан ӯро хуб нигоҳ бин кунед, майлаш? майлаш хонам. خوش آمدی جنابی لیبا. کنی گپ زن در آنجا با کی گپ میزنی؟ با یگان کس. ها باورت کردم گپ نیست. خیر من باید روم. آشخانه را باید کشویم. طلبه ها چای پای میپرسن. منتظر هستن گرسنه نمونم. میستیم. کنی بوسم. تو باز دیدم اکی شوکت. یا خدایا من زیباچه رو میخورم. خیر در پناه خدا. لیجه سواری کردن میخوایی؟ نه بیا با امیت میرویم. یکی مادرم میآید من رو نمییابد. چی شد امکی پلیس؟ دخترم شما گیره دارد؟ نه دینه شب گریپیم خپید. برای همین بیا عینکت را پوش کنم که جزیر شده است. من تو رو هرگز تنها نمیگذارم سومان. هرگز تنهایت نمیگذارم دخترم.
نترس مایلش نکی شما گیره دارد. گفتم که گریپم خپیده است یگان باید گیره نداره. بیا رفتیم سوما جان رفتیم. به این چند خورده همه 20 30 تا آمدن زهرا همش را میخوانم گفتم چند صنف است تمامی نداره داخل اوف نه آشنا و بالاست این خیل نمیشود من این طلبه ها را یگان تش را از صنفش نمیغلطانم با آنها بهای بلند میگذارم گذرند و روند 90 80 100 یا خدایا من در کجا باشم من در کجا باشم یا خدایا من خواب دیده ایستادم در خواب است این خواب است البته این خواب است نترس پسرم خواب است انی خواب است البته که خواب است این باورم نمیآید سلام علیکم شرف علیکم السلام اگر من خوب بینم شرف در خود من چیکار میکنم این خواب را بلم هر بیتون میستادید نه خود هر دوم خوب اینه که در جنگل ما امی خیلی مشترک بلم میتوان در حمام باشد میتوان در جنگل انا در نصیب شما جنگل برآمد حالا هم نفهمیده سلام علیکم که دملو دیونا گوسفند حالا نوبتی تو هم میآید مرا خوب گوش کنید شما میخواهید که کم آن دیوانه با خانم بانو خاندار شود البته که ما میخواهیم تمام این خیلی باشد بانو و کم آن دیوانه را با هم نزدیک میکنیم برای این تئاتر تشکیل میکنید چه تئاتر دملو دیونا چه یعنی تئاتر شیای بو فکر گفتم معقولتون نشد تئاتر تشکیل میکنید بانو را با کنعان دیوانه نزدیک میکنید ای برای خدا نزدیک شدنش چی معنی دارد و خیره دملو تشتاو میتا تمور میتا برای راستی هدایت میکنه چون چه دملو هستید با این افت و اندام ریشی سفیدن در خواب ما در آمده با ما همین رو پیشنهاد میکنی در آن کله غفص شما این کلمه را زده جا میکنم کدام ملتی که تئاتر ندارد رگهای خونگردش کنده شده است چیکار میکنی؟ خودت چو کدیستی؟ هیچ چیز خواب دیدم तू ही तो जन्नत मेरी तू ही मेरा जुनून तू ही तो मन्नत मेरी तू ही रूह का सुकून तू ही अखियों की ठंडक तू ही दिल की है दस्तक और कुछ ना जानू मैं बस इतना ही जानू جنابی کانو از برای خدا چرا با من نگفته؟ چرا؟ لطفاً این کار نکنید همه چیز رو میدونم اکنون چرا میدونید خانم بانو؟ با من عاشق بودنتان را کی گفت به شما؟ نبا گفت یا شرف گفت؟ ها؟ چشمانتان از چشمانتان معلوم است چه خیلی ابله هستم خیر نه اینقدر وقت نفهمیدم بله تو را دوست میدارم عاشقی تو هستم اما من با این احوالم چه خیلی به شما این را گویم خانم بانو از برای خدا جنابی کنون چی کار کرده است احوالتان من در چشمان و دل شما عشق رو میبینم دیگر هیچ چیز را نه مرا سوزاندی محو کردی این خاندار کنی هجری با سنم از کو دست و پایم را بسته است چی کار میکنم چی کار کنم من اکای کانون ایلاج شما رو من میدونم چه خیلی ایلاج من میخوام که یک تئاتر تشکیل کنم در نقش اساسی شما و بانو بازی میکنید
ана ба ҳамин восита шумо ишқатонро ба бону иброз мекунед. чӣ хел аст фикрам? беҳтарин фикр аст. be in ҳам бобои ришсафед ҳаминро гуфт. агар ӯ гӯяд чизеро медонистааст. бобои ришсафед гуфт? бале. беақли хоб як кас дигара ба дигар кас мегӯй. ман ҳамонҷо будам ку. ба ёд надорӣ? ҳа марда хохои ма баъди мо дуромади дар уҷа. ман мегӯям ман ҳам онҷо будам. ман ҳам бо ту дар хобат шарик ҳастам. бешарафи бобои ришсафед гуфт ки бояд ракаи канун мо театр ташкил кунем. мо чаро ин одамро бобои ришсафед мегӯем? ин ҳамон муллои девона аст. ман ҳам ҳаминро гуфтаниам шараф. ба фикрам дар хоби мо вай ришашро сафед карда бад баромадааст. ришашро ранг кардааст. хомӯш бошед ҳайвонҳо. театр фикри хуб ба худо. мо дигар аз паси хонадоркунӣ ҳиҷрӣ ва санам намешавем. маҷбурашон намекунем. ба хонум бону наздиктар мешавем. аммо кадом саҳнаро? лекин ҳамин саҳна дар хотири унамо. ромео ва ҷулета ака. ромео худи акаи канун. ғайр романтикиву маро гӯш кунед ису усул надошта бошад. боз рақсу бозиам дорад ака. майли май бунро ачоқ мегирид танс мекунед акаи канун. тамом равед омодагӣ биред зуд равед. тамом меравем. оҳ бону оҳ маро ба чӣ ҳол гирифтор кардӣ? ба чӣ ҳол гирифторам кардӣ? аммо аз ман мешавӣ. ба даст меорам туро. бо ту якҷоя хушбахт зиндагӣ мекунем. худоям ай من یک چیزی رو نفهمیدم. بخشیش در کجا بودن جناب هجری رو میدونید؟ هجری؟ هجری اون هسته. تشکر زیاد. همه ارزم. سلام هجری. علیکم سلام. همه دختره گفتم. میگویند عاشق هجری شده است. این هجری خپک میگردد و ما بیخبر. هجری کمی صحبت کرده میتونیم؟ در کدام موضوع؟ یگان موضوع معین نیست. یعنی صحبت کنه میگویم. موضوع معین نباشه درباره چی صحبت میکنیم؟ من در موضوعی که نمیدونم صحبت نمیکنم. این خیلی باشه درباره موضوعی میدونسته اما صحبت میکنیم. یعنی با شما از نزدیک شناخت شدن میخوام. با شما از نزدیک شناخت شدن میخوام میگویم. چرا؟ چون که تو از دیگر بچه‌ها فرق میکنی هجری. یعنی مثل آنها دخترباز نیستی. برای همین با تو از نزدیک شناخت شدن میخوام. شناس شوی میگویی؟ خیر شناس میشویم. بعدن چی میشود؟ بعدن گفتی؟ میلیس جان کاری زیاد میکنی. زهرا کار رو بس کرده نیست. تو مجبور نیستی که خودت رو افگار کنی. این شرکت رو از دست او میگیرم سمی. مادامی که زهرا رو جزا دادن میخواهی شکایتت رو پس بگیر. با کلتا کلاس خاندار که شود از این دیده جزای بزرگتری هست مگر. تو چی ها میگویی ها؟ من احمد رو دوست میدارم. ای کدوم احمد میلیس؟ ای کدوم احمد؟ زیا هست تو خودی کلتا کلاس. تو هم به دروغ او باور کردی ها؟ خیر نه؟ به خاطری که به زهرا نفرت داری مردی دوست داشته او رو از دست او گرفتن به تو میزیبد مگر. تو بر این دختر زیبا در نزد وی آدم چی کار میکند؟ ها؟ تو لایق آدمی خوبی هستی. کافی سمی. من به سود میروم. این چرا عصبانی شد؟ نفرتی که به زهرا دارد کورش کرده بوده است کو؟ چون که من اینجا موندگی کلتا کلاس رو نگاه میکند چشمت کور شده است بچه خوشرو رو نمیبیند. بعدن بعد سوال میدهم بعدن. چه خیلی سوال؟ وای آدم اگر عاشق نشده مرد درست است؟ جایز نیست گفتنیه. نفهمیدم. یعنی پرسیدنیه که آدم اگر عاشق نشده مرد جایز است نیست همین خیلی پرسیدنیه. بله. بسیار سوال خوب ماشاءالله. این رو باید از استادم پرسم من. تشکر زیاد. یگان سوال دیگر داری یا نه؟ البته که سوال دیگری هم دارم مگر این خیلی میشود. اما بعدا میپرسم. ضعیفیش رو یافتم. این دیوانه با سوال‌ها سرش رو گران کرده است. من با تو حالا سوال‌های عاشقی خواهم داد هجری. به زیر پایم میافتی.
шумо барои чӣ омада будед? ман барои вай омада будам. иҷри ин духтарро мегирад, бо ин духтар хонадор мешавад, фаромӯш накунед. худо духтари хуб тофтеста ва ҳиҷри писарам бошад набошад намекун. бачаҳо боз нагӯед нагуфтӣ, ана ҳамин ҷо тӯй мешавад. мебинем ба хайр шавад иншоллоҳ. раҳмати бибиам ба ман васият карда буд, хост қуръонро хонданро ёд гирам. ман қуръонро омӯхтан мехоҳам. шумо ба ман қуръонро меомӯзед ҷаноби иҷрӣ? дар пушти масҷид як мадрасаи занона аст, ба он ҷо рафта аз нӯи ман гап занед, албатта ба шумо қуръон хонданро меомӯзонанд. онҳо маро бисёр эҳтиром мекунанд. хайр, ман рафта аз онро гӯям ки вақти аз он шуд. рӯз ба хайр. боз ҳам ин муаззин маро рад карда? چی خیال هستید خانم بانو؟ خوبم جنابی کنال، شما چه؟ خوبم خدا را شکر. بفرمایید. شما تئاتر را دوست می‌دارید؟ من بسیار تئاتر را دوست می‌دارم. بله. اوه بسیار خوب. ما فکر کردیم که تئاتر تشکیل کرده شما رو هم در یگان نقش گیریم، رد نکنید شاد بشویم. البته که گیرید. کدام نقش را؟ وای رومیو و جولیت است کو یک نقش از آنها می‌بازید. البته که شما نقش جولیت رو می‌بازید. ای رومیو و جولیت دوست داشته‌ترین نقش من است. چی؟ جولیت؟ جولیت من؟ رومیو کیست؟ کار تمام شد. در صحنه با تو عشقم را اعلان میکنم. از آن من میشوی بانو، از من. дигар чӣ кор кунам мана? рӯи мол бастам, қуръон меомӯзам гуфтам, инаш ҳам нашуд. чӣ хел муаззин аст а? шояд пай бурд ки масхара карда истодам. خانم سنم چرا روی مول бастаед? ҳиҷри оиди ин чӣ фикр дорад ҳа? шумо маро ба касе монанд кардед, аммо он одаме ки шумо мегӯед нестам. ман санам нестам, ман малика ҳастам. маро доимо ба он монанд мекунанд. кай хонадор мешавед хонум санам? ҷавоб намедиҳед. савол дода истодам хонум санам. ё худоё, шукр ки тамом кардем. аз рӯи адолат шавад гуфта ба нафароне ки 4 додам дар имтиҳони навбатӣ баҳои 5 мегузорам. баробар мешавад. биё аҳмадбой. лабай. акай канун шуморо дар саҳнаи театри мактаб интизор аст. саҳнаи театр? бале. чӣ хел театр? ин аз куҷо баромад? бозӣ доред? мардак мере биёбурем, намере акай канун абгӣ. тамом чизе нагӯяй. эй бародар, театр аст. биё худамонро саргардони инҳо накунем. шараф гӯш кун. ба фикри ман ё ҳамин калтакелас боша ё бародараш боша. ба фикрат? ҳамин келасай. ура бин, қадр қоматаш, афташ ҳамаш келасда монанда. ба худо ки мӯи лабҳояш, рафтораш? унаҳо рафтораш ранги келасай. басаи дигар тоқат надорам. чӣ мешавад? ишқамро эълон мекунам, чизе шавад. қиёмат барпо намешавад ку. дӯст медорам, мутмаинам. ин хел бошад, чаро намегуфтам? ҳозир рафта мегӯям. худоё кӯмакам. дӯстат медорам бонуҷон. чӣ кор карда истодаи? худо бизанам дӯстат медорам. ту медонӣ ки ин ошхонаро барои ту харидам. барои ту шуда ошхоначӣ шудам. ман барои ту шуда ҳама чиз мешавам, қирлиардир мешавам. барояд ҷонамро медиҳам. ҳамчун оксигени ман ҳастӣ. ба ман бигӯ, ту маро дӯст медорӣ ё ин ки раҳоям кун худамро кушам. мардум маҷнунро фаромӯш кунанд. наслҳое ки баъди 2022 таваллуд мешаванд. лайлие ки ба маҷнун нарасидааст нею, бонуҷоне ки ба шавкат нарасидааст бигӯям. ҷаноби шавкат, чӣ кор карда истодаед? истироҳат кардистам. дастамро раҳо кунед лутфан. ҷаноби канъон бинанд шуморо мекушанд. дигар ин хел корҳоро накунед лутфан. як сум эстед? анаҳа
тарсид ки канони девона маро мекушад, барои ҳамин ишқашро гуфтан натавонист. маълум ки бону нисбати ман ҳиссиёте дорад. ишқамонро фикр карда ба ман чизе нагуфт. ин кор ҳал шуд. роҳи ҳалаш ҳаст. канонро зада аз роҳ бероҳ мекунам, аз байн мебарорем. бону ба ман мемонад. шавкат бо бону мехӯранд зардолу. баъди зардолу мехӯранд олуболу. устод, шуморо барои як чизи муҳиме даъват кардем. пагоҳ мо дар ин ҷо Ромео ва Ҷулетро бозӣ хоҳем кард. волидон ва талабаҳо тамошо мекунанд, устодон бошанд бозӣ мекунанд. мехоҳем ки шумо низ бо мо бошед устод. ман Ромео мешавам ва хонум бону бошад Ҷулет. آبا باز با این سرگردان میشویم چی بالا. من باید گردنبند رو دزدی کنم. نه جناب کنعان، مرا ببخشید و همین تئاتر بازی کردن نمیرسید. به اینم کار زیاد دارم. از رمیو و جولیت چیزی نمیفهمم. من استاد دین هستم. با این رمیو و جولیت کاری ندارم. نقش جولیت رو من بازی میکنم. ای خانم زهرا، معذرت میخواهم اما نقش رو به خانم بانو دادیم. اما جناب کنعان، من از خوردی آرزو داشتم که نقش جولیت رو بازی کنم. لطفاً دلم رو نشکنید. خب دلتان رو نمیشکنیم. استاد احمد هم رومیو رو میبازد. 2 تا رومیو 2 تا جولیت بازی میکنیم. برای تماشاچیان هم جالب میشود. تشکر زیاد. از کودکیت آرزوی همین رو داشتی؟ البته. تو بازدید. روز بخیر. یک بارا بر آمده نقش جولیت رو من بازی میکنم گفتن چی معنی داره؟ عشقم، این آرزوی دوران مکتب خونیم بود. در دلم مونده است. زهرا این خیلی نقش بازی کرده میشود مگر؟ نسبت صنعت احترام داشتن در زیا تو رمیای من شدن نمیخواهی؟ راستشو بگو، یا این که جولیتای دیگری افتی؟ ای زهرا، از برای خدا باز شروع نکن. چی رابطه دارد؟ مشق نکرده چی خیلی بازی میکنیم؟ این اش را گفتنیه. جانم مشکلی نیست. پگاه صبح مشق کرده حل میکنیم. اوف، رمیان نشده بودیم عاقبت شدیم. بیا رفتیم جانم، بسو دیر میمونیم. اکا کانون دو ترامه و دو تجلت چخیلی میشد دیوانه ایتی چی؟ چرا نمیشد از کار؟ در دنیا چند نفره که عاشق باشد همان قدر رومیو و جولیت هست پسرم. شوکت، چی میگوی کنانی معبد امو؟ با تو هم یک نقش میدهم. خانم بانو رو محافظ میشوی. من؟ شمشیر چوبین و سپر تشکیل کنید. شمشیر چوبین؟ بله. موافق نقش استفاده میبری. انا نه با فرمان مرگت امضا کردی کنانی دیوانه. پگاه با شمشیر حقیقی تو رو پاره پاره میکنم. این صحنه برای تو مزار میشود. جانم تو دیگر جنایت نمیکنی همین خیلی نه؟ نه، یعنی از زمانی که تو رو امریکایی ها دستگیر کرده بودن به جنایت دست نزدم. انشالله با من دروغ نمیگوید. بعد از شوی رفتن ممکن است. میلیس، این چی کاری بی من نیست. رفته شکایتت را بگیر. احمد جان، دلت به زهرا می سوزد. چی لازم است؟ جزای او این است. اما بسیار که خواهی با تو یک جایه بعداً به زیارت او می آییم. میلیس لطفاً. اگر به زهرا جزای محبس دهند چی؟ در محبس خانه‌دار شدن ممکن نیست. البته با میلیس بوری دیگر گپ زن. گوش نمی کند سمی. چیزی که نگویم فایده ندارد. اگر خانه‌دار نشوم نقشم برباد می رود. میلیس رو این خیلی نمی گذاریم. رفتیم. احمد جان، من برای تو به نزدیکی یک سورپریز میکنم. چه خیلی سورپریز میلیس از برای خدا؟ آی سورپریز رو نمیگویم، کمی صبر کن. شد دستم رو رها کن. ای وای وای، کارها موافق نقشه‌مون نمی رود کو. ای جوانا، عیب بودگیست. زهرا در حالت ناخوب است. عیب رو دانید. تو چی میگویی؟
این ابله رو نگاه کن. هم زهرا رو هم ملیس رو تو دو ایستاده است. ملیس از من است، من او رو میگیرم. یعنی میگویم که خانم زهرا در وضعیت ناخوب است، تو باید در نزد او باشی. تو چی ها گفته ایستاده سمی؟ زیا تو در اینجا چی کار کرده ایستاده؟ چی میدانم، یک بار مرا گرد کردن. مرافع سوزی زهرا شانی آغاز می‌یابد. گذاریدی اصلا؟ پاپوشی دوست داشتم را ندیدی شیرینم، گمش کردم، بسیار غمگین شدم، گریه میکنم. گیره نکن شیرینک، اما زیر به مغازه میرویم نوش رو میخریم. گیره نکن شیرینم، دیوانه شدی مگر؟ حاضر با کاشانه رفتن در کار. وقتی که تو لباس هایم رو میپوشی من پاشم و رویم رو رنگ و بور میکنم. با مکتب دیر موندن نمیخوام، همین خیلی نه. بله شیرینکم. یا بدرو ساردار مکانی پلیسی دیوانه رو یافتیم. مالی شدی چه برازی میام. سومن جان تو در اینجا با لختکت بازی کن، من رفته جنایتکارا داشته میارم. میلس جان لختک تو لباسهایش رو عوض میکرد، رویش رو رنگ و بار میکرد، از اینجا دوام بیده. خیر دخترم من میایم. چو کده بچه دیوانه در کجاست؟ انا آنجا سردارم. برای چی نقبیدنش؟ منتظریم که توامش را خورد. آفرین، انا پلیس حقیقی همین خیل است، هم جسارت دارد هم رحم، راستگوی هست و صاحب وجدان. و تو زمانی که در تشکیلات این خیل آدم هست نگرزن استا پلیس دیوانه دامونه دیوانه استا بچه بس چوب زنده خرم. یا خدایا توبه، یا خدایا پلیسی حقیقی من هستم. پلیسی حقیقی من، از راستی منم. مردک بس نگون، کارت نمیکنه، فقط نصیحتت میکنیم. بس نگو بچه بس. پشت ما را ایده میدنم. ایسد میسازانم شما را، میسازانم گفتم نزدیک نایم. خدا پلیسی حقیقی من هستم. بچه بس نکن خیلی دویدن هایتان بفایده است، بفایده. مردک بس سر یک خلاصه بیایم. بس نزد چون خوب هستید؟ امک جون با شما چی شد؟ امک جون خیزید امک جون خوب هستید؟ چون با شما چی شد؟ خیزید چی شد مرا؟ شما خوب هستید؟ امک جون چی شد؟ مرا شد؟ امک جون تیسی حقیقی منم. برستی حقیقی منم. برستی حقیقی. یادم میکشم. یک لحظه این همون داموله دیوانه نیست مگر؟ ایست نگرست، با تو گفتم ایست، رهایت نمیکنم. برستی حقیقی منم. دست و پایتان را میشکنم. نزدیک نبیاید دست و پایتان را میشکنم. دامولای دیوانه در زندگیم یک طفل داشتم اما درید. ایستا تو با اون طرف کراتیسی حقیقی آمد. بروسلی حقیقی منم. های دستی با یک آکت گریختگی نیست. موشای تای زمین میابم. چشم من دیسی چشمای خواب تیزه.
مردک بس میدم ای دهنم پر آمد بس مونده شدیم این آدم کجا شده؟ یا خدایا این آدم یک و یک بار گم شد مثل که زمین کفید و این دیوانه در آمده رفته گم شد یا خدایا اینقدر تیز دویدم معلوم که این دیوانه از من هم تیزتر میدویده است با فکرم دوپینگ زدگی بود رفتیم بیگ بورگر پیپسی قرار محکوم زهرا شنلی ملی شنلی را برای قصدن تله ندادنش 6 ماه حبس یا اینکه به همین موافق 10,000 لیره جریمه سپردن حکم میبرارد. این خیلی کار میشود مگر منو کشتن خواست مخیر شما طرفدار کی هستید؟ ای ملیس این چه خیلی گپ است؟ مثل که نشونیدیم البته که طرفدار تو هستیم خیر عزیزم همش گذشت همه چیز مثلی میخواسته همه شد باز اگر اینها رو خواندار کنیم بعد میخوریم و میگردیم همهش میشود سمی هیچ پروا نکن زنگم زدن مهم است بخشش لبه همکار چی شد؟ گوش کن پیشه که میگویم که این گردنبند را از اینجا گرفتن خیری میکنه است تو پروا نکن یگان خیل کرده حلش میکنیم زهرا جان یک بار دیگر تبریک میگم رحمت سمی جان تبریک میکنم جانم رحمت ینگا جان این خیل باشد تا بازدید زهرا جان تا بازدید جانم تا بازدید سمی این دختر باز نقشه دارد تعقیبش میکنی شد اوچه جان ای سمی اوچه جان از کجا بر اومد بسیار گپ نزن پیش درو رفته خوشم میآید آخه خوشش میآمده از باز با تو میگویم پروا نکن این کار رو همیشه حل میکنم آرام باش تمام من میآیم پروا نکن جانم جشن میگیریم؟ البته جشن میگیریم اما از مکتب زنگ زدن یک کاری مهم برآمده است باید روم مایلش جانم میدانم که کار تجاری بود است هیچ گپ نه رحمت برای فهمیده در کردنت خیر تا بازدید عشقم خواهیم دید چی بود از کار تجاری تو دوستانی عزیز اگر شما خواهش سفر به وطن دارید و یا میخواهید که به دولت‌های خارجی سفر کنید پس به شرکت باورینو که ما زنگ زنید و چیپتوها رو با نرخی از همه ارزان دسترس نمایید و اگر از نام کانال تاجیکس پروداکشن زنگ زنید باز به شما اسکیدکای کلان خواهد شد رقم‌های تلفن در روی اکرانتان شیتا بود تا صاحب چیپتای ارزان شوید بفرمایید تشخیص شما پروا نکنید کسی سوخته بودنشون نمیفهمد بهترین این باشد بقیه کارت تشکر زیاد روز بخیر مرحمت اگر با ما نگویی که به این خانومی که پیشتر در آمده بود چی دادی روزت بد می شود زود باش مثل که به توی بهروز می رفته باشه بسه یا خدایا برادر داد نزن بر آمده می رویم آخه اگر باز به جنایت دست زنی تو رو مف میکنم کلتکیل است کنان دیوانه شمشیر چوبی را پگه میبینی تو رو به این پارا میکنم تو رو یک طرفه کنم با اونو از دستت خلاص میشود بعد عشقش را با من اقرار میکند آنها
این زهرا نیست مگر؟ آها ینگا جان تو اینجا چیکار میکنی؟ مثل که اینجا قراولی دارد. تو زن است یا دتکتیو معلوم نیست. باز در پشت خانه منتظر است. خیر من گویا او رو ندیدم. این شفقت بود؟ خوب شد که مرا ندید. اگر میدید در حال خبر میکشید. میکروب. برادر شما با کجا میروید؟ زهرا در پشت در هست. در پشت در است؟ در درون ماشین چشماش بلاق برآمدگی همین طرف نگاه داره. من گفته بودم کو این دختر دیگر به تو باور نمیکند. اکنون چیکار میکنیم؟ چیکار میکنیم؟ از پس میبرایم از بالکن. شوکت تو اینجا 1 ساعت ایستاده بعد از 1 ساعت چراغ‌ها را خاموش میکنی. زهرا فکر کند که خواب رفتیم. آزاد است کرد. مسخره بازی را بس کن. آشنایی من روی اعتباری آشنا سیاه ارتیست خدا زنت باری آشنا را. سوخته نیست البته سوخته است. ای سمی البته سوخته است. وای زن گفت کو؟ ها درست. اوه چی خیل اینها خونه‌دار شدند؟ نه جانم این سوخته است. ملیس سوخته کاری کرده است. یعنی منتاج است. این منتاج کرده است. یعنی درست منتاج است. چون که ملیس از زهرا نفرت دارد برای همین عقلش رو خورده است. ای سمی شرمنده میشوم. این کار خطرناک شده ایستاده است. من باید ملیس رو صاحبی کنم. فهمیدی؟ صاحبی باید کنم. хушхабар ба тамоми мухлисони телефонҳои Samsung, ширкати бо эътимоди Samsung Galaxy S9 ва S9 Plus аксияи калон барои мухлисони худ эълон кард. акнун шумо метавонед телефонҳои Samsung Galaxy S9 ва S9 Plus-ро ҳамагӣ бо нархи 7990 рубл харидорӣ намоед. телефонҳо бо сифати олӣ. барои харидорӣ намудан ба телефон дар таги видео дар рӯи заифка бепул гузоред ва соҳиби телефони хостаатон шавед.